امام مالک رحمت الله علیه در کوچه میگذشتن، اگر یگان شخصی جنایتکار رو بینن حکم میکردن در جایش طبق شریعت، قاضی نبودند، حکم میکردن، مردمی که در کوچه بودن اطاعت میکردند و جزایش رو میدادند. از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه در کوچه ها میگشتن، بعض شخصیت ها رو میدیدند و حکم میکردند، مردم تطبیق میکردند حکم را، کسی سخن گفته نمیتواند. اماما مطاعا. حتی امام مالک وقتی که در کوچه راه میگشتن، کسی از قفاشون آمده حدیث پرسید که گفتن که کیست این شخصی که مرا در حالت راست ایستادنم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را میپرسد، او را 5 دره زنید. گفتن. بعد مردم گفتن که ای ابو عبدالله، این قاضی مدینه هست، این قاضی هست. امام مالک قاضی نیستن، امام مالک امام مسجد نیستن حتی، لیکن امام مطاع هستن، امامی که مردم اطاعت میکند ایشان را. اماما مطاعا این امرت و این نهیده. تو یک امام اطاعتکار میشوی، امام مطاع میشه، امامی که مردم تو را اطاعت میکنن، اگر امر کنی فرماندهی یا نهی کنی، نکن گویی مردم اجرا میکنن. این حرام است، اجرا نکنید. مردم خوب شده است اجرا نمیکنن. این امر فرض است، این اجرا کنید، مردم اطاعت میکنن. گفتن کی است که مرا در حالت راست ایستادنم حدیث میپرسد 5 دره زنید؟ گفتن که این قاضی مدینه است. گفتن که القاضی احق ان یؤدب، قاضی سزاوارتر است که آداب داده شود. گفتن اینها امام مطلق بودن. واقعا امروز گذشتن، وظیفه یا که منصب یا لقب امامتیشان از آنها گرفته نشد. این لقبی ساخته خودشان نماندن، لقب مردم داد.